کسایی که درد در ناحیه اندام فوقانی بدن دارن، شانه درد در قسمت آرنج، مچ در، سندروم گویان، کانال کارپا، سندروم توراسیک اوتله یا ناحیه توراسیک ابتدایی مهرای توراسیک درد دارن، این ناحیه یعنی محل اتصال بازو و ترقبه و شانه رو اول یه ماساژ میدید، بعد بادکش میکنید. یه مرتبه بادکش کفایت میکنه و بعد همین ناحیه رو با سرسوزن یا سوزن‌های حجامت، سوزن شماره 11 خونگیری میکنید. به چه شکل؟ به این صورت. دور تا دور ناحیه لیوان رو ضربه میزنید و شوک میدید. خراش‌های سطحی هم میتونید با سرسوزن بدید. یه مرتبه خونگیری کردن کفایت میکنه برای کسایی که درد در این ناحیه مچ دست، شانه و یا کتف دارن. این پست رو هم بفرست برای هر کسی که این مشکل رو داره.